الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خودشون بسیار مهربان و رحماء بینهم هستند. ما برای این که بهتر بدانیم که چه کسانی در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و اصحاب ایشان چه نسبتی با شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و چگونه این گروه بسیار بزرگ اصحاب را در کنار صحابه قرار بدهیم و این روابطی را که در میان این دو گروه بسیار بزرگ و عزیز و ارجمند بوده اونها را دریابیم، لازم هست که در ابتدا به نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم بپردازیم. و جالب هست که بدانید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سلسله نسب خودشون و در شجره و نسب نامه خودشون تا هر قرنی و هر نسلی که برمیگردند به عقب بگونه بودند که حتما یکی از قبایل معروفی که در آن زمان در مکه و مدینه و در شبه جزیره عربستان بودند، حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نسبتی را با این قبایل داشت، چه از جهت مادری و چه از جهت پدری و آبا و اجداد خودش. از جهت مادری و پدری وقتی که ما بررسی میکنیم نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم را، میبینیم که ایشان با تمامی قبایلی که در عربستان بودند یک نوع وصلتی رو دارند و یک نوع انتسابی رو دارند. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من هیچ چیزی رو از شما کفار طلب نمی کنم، من امید اجر و پاداشی رو از شما ندارم الا المودة فی القربى، مگر چیزی که من تنها از شما انتظار دارم این هست که این خویشاوندی مرا مراعات بکنید، حداقلش به خاطر این که تمامی شما قبایل عرب و تمام تیره های و تمام قبایلی که در شبه جزیره عربستان وجود دارند همه با من یک نسبتی رو دارند، حداقل شما همین نسبت خویشاوندی خودتان را مراعات بکنید و مرا حمایت بکنید. پس بنابراین میپردازیم به سلسله نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزند عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هستند. این سلسله نسبی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از خودش گرفته تا عدنان این نسب را بیان کردند و در این سلسله نسب از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا عدنان هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد و هیچ اختلافی هم نیست. تمامی نسابه ها و نسب شناسان معروف عرب بر این اتفاق دارند که نسب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به عدنان میرسد و قطعا نسب عدنان هم به حضرت اسماعیل و ابراهیم علیهم السلام میرسد. منتها از عدنان گرفته تا حضرت اسماعیل علیه السلام اختلافاتی وجود دارد، اما این امر قطعی و مسلمی هست که عدنان یکی از اولاد و از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هست. پس بنابراین محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف، ما این نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم را تا جایی که امکان داشته باشد و در ذکر نام اصحاب رسول الله و خصوصا عشره مبشره رو وقتی که بررسی میکنیم انشالله بیان خواهیم کرد که این اصحاب بزرگوار، ائمه و خلفای اربعه و اصحاب بزرگوار ایشان که معروف بودند به عشره مبشره به بهشت، اون که 10 نفری که وعده داده رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را که ایشان بهشتی هستند، ما در ذکر نسب این افراد انشالله بیان خواهیم کرد که این افراد در کجای سلسله نسب و این شجره نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم با ایشان وصل خواهند شد. در این برنامه میپردازیم به
عبد مناف که جد سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. عبد مناف جد سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و جد مشترک تمامی در واقع بنی عباس و بنی امیه بودند، یعنی علوی ها و عباسی ها و اموی ها که بودند، بنی هاشم و بنی امیه، جد مشترک تمام اینها عبد مناف هست، زیرا که عبد مناف چندین فرزند داشته. یکی از فرزندانش مطلب هست و یکی دیگر از فرزندانش هاشم بوده که این هاشم جد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جد دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که عبدالمطلب فرزند هاشم هست و یکی دیگر از فرزندان عبد مناف نوفل هست و یکی دیگر از فرزندانش عبد شمس هست. عبد شمس پدر و نیای بزرگ بنی امیه هست. پس بنابراین میبینیم که عبد مناف جد مشترک بنی هاشم هست که اهم از علوی ها یا عباسی ها که میرسند به بنی هاشم و همچنین جد بنی امیه هست که نسبشون میرسد به عبد شمس و عبد شمس فرزند عبد مناف هست. و جد دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم هاشم هست و این هاشم اسمش در واقع عمرو بوده و یکی از نیاکان رسول الله صلی الله علیه و سلم و جد دوم ایشان و پدر عبدالمطلب هست و مادر هاشم عاتکه هست. عاتکه بنت مره از یکی از قبایل مدینه منوره بودند. و هاشم را عرض کردم که اسم ایشان عمرو بود، اما به خاطر این که هاشم یک انسان بسیار سخاوتمندی بود، مهمان نوازی بود و برای مهمانان خانه کعبه و زوار و حجاج خانه کعبه نان را تکه تکه می کردند و خرد می کردند، به این خاطر ایشان را هاشم نام گذاشتند. هاشم یعنی کسی که یک چیزی را خرد می کند و تکه تکه می کند، به این خاطر ایشان را هاشم نام گذاشتند که در واقع نام اصلی ایشان همون عمرو هست و به این خاطر نام ایشان رو معروف شده در میان عرب و قبیله قریش به نام هاشم. و این هاشم و عبد شمس یعنی پدر بنی هاشم که این هاشم هست و همچنین عبد شمس که پدر و نیای بزرگ بنی امیه هست، اینها با هم دیگر توأم بودند، یعنی دوقلو بودند و با هم به دنیا آمدند. تا این اندازه این دو قبیله و این دو تیره با هم دیگر نزدیک هستند و این هاشم جد دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. انشاءالله بعد از مشاهده کردن یک میان برنامه کوتاه باز هم در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر را در این زمینه انشاءالله عرض خواهم کرد. وصال حق گامی در راستای بیداری. او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. قبل از میان برنامه درباره هاشم می گفتیم، جد دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم و برادر و دوقلوی بودند که در واقع دوقلو بودند با عبد شمس که پدر بزرگ و نیای بنی امیه هست. این هاشم فرزندان متعددی را داشت، من جمله فرزندان ایشان یکی اسد بود و دیگری عبدالمطلب، که اسد و عبدالمطلب دو نفر هستند از فرزندان هاشم و
اسد مادر فاطمه هست، فاطمه بنت اسد، و فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی رضی الله تعالی عنه است که حضرت علی رضی الله تعالی عنه مادرشون فاطمه بنت اسد هست و پدرشون ابو طالب فرزند عبدالمطلب هست. عبدالمطلب و اسد با همدیگر برادر بودند، یعنی این که فاطمه مادر حضرت علی رضی الله تعالی عنه و ابو طالب پدر ایشان با همدیگر در واقع عموزاده یکدیگر بودند. و این عبدالمطلب یکی از فرزندان هاشم بود که نسل و پدر بزرگ اول رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و این فاطمه دختر اسد که عرض کردم که مادر حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست و همسر ابو طالب بوده، این فاطمه مادر تمامی فرزندانی بوده که ابو طالب داشته، مادر تمامی فرزندان ابو طالب، هرچه فرزند داشته ابو طالب مادر تمام فرزندانش فاطمه بوده، فاطمه دختر اسد، و اسد هم برادر عبدالمطلب هست، یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه به همون صورت که از طرف پدرشون به رسول الله صلی الله علیه و سلم وصل می شوند که پدر رسول الله و پدر حضرت علی رضی الله تعالی عنه با هم دیگر برادر بودند، از جهت مادری ایشان هم باز هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسند و در جد دومشون به رسول الله صلی الله علیه و سلم از جهت مادری می رسند، زیرا که فاطمه دختر اسد هست و اسد فرزند هاشم هست و عبدالمطلب که پدر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و پدر عبدالله هست، این عبدالمطلب هم فرزند هاشم هست. و فاطمه دختر اسد رضی الله تعالی عنها یکی از انسانهای بسیار بزرگواری بوده که خدمتگزار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را مادر خود خطاب کردند که مادر من هستند، و یکی از مسلمانانی بودند که به مدینه منوره هجرت کردند، یعنی جزو مهاجرین در واقع ایشان هستند و جزو کسانی هستند که فضیلت هجرت را دریافت کردند. و عبدالمطلب فرزندان متعددی را داشته و در تاریخ نام اونها ذکر شده و بسیاری از فرزندان اون که بالغ از 10 نفر هستند و بالغ بر 10 نفر فرزند پسر داشتند ایشان، که معروف ترین این افراد حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه است و بعد از اون ابو طالب، عبدالله که پدر بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، و عباس و حارث، و برادران دیگری هم داشتند که بسیاری از اونها قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند. عبدالمطلب فرزند هاشم، این مطلب برادر بزرگتر هاشم بود. مطلب یکی دیگر از برادران هاشم بود که قبلا عرض کردم خدمت شما، و مطلب از هاشم بسیار بزرگتر بود، از نظر سن بالاتر بود، و اسم عبدالمطلب در واقع خود این عبدالمطلب اسم ایشان نبود، اسمشون هست شیبه، شیبة الحمد. شیبه به معنی پیرمرد، یعنی انسانی که سال خورده و پیر باشد. از آن جایی که عبدالمطلب زمانی که به دنیا آمد در قسمتی از موی سر ایشان یک لخته‌ای بود و سفید رنگ بود، یک قسمتی از موهای سرشون سفید بود و این سفیدی مادرزادی بود، به این خاطر نامش را گذاشتن شیبه به معنی پیرمرد یا انسانی که سال خورده هست و مویش در واقع سفید شده. اما به چه خاطر عبدالمطلب را عبدالمطلب میگویند؟ علتش این بوده که مطلب برادر در واقع هاشم هست و برادر بزرگ هاشم بود، و این هاشم همون گونه که من قبلا عرض کردم رفته بود در مدینه منوره و یک زنی را از قبایل مدینه انتخاب کرده بود و زنش از در واقع یکی از قبایل معروف مدینه و در واقع یثرب آن زمان بوده. مطلب که برادر بزرگتر هاشم بود به مدینه منوره و به یثرب آن زمان می رود دنبال برادرزادش همون شیبه بود و که معروف بود شیبة الحمد می گفتن. رفت در مدینه و مادرش را در واقع
قانع کرد که برادرزادش را بدهد تا اینکه به مکه ببرد و مادرش راضی شد و نهایتا مطلب برادرزادش را یعنی عبدالمطلب را از مدینه برداشت و برد به طرف مکه و وقتی که به مکه رسیدند از آنجایی که عبدالمطلب در مدینه به دنیا آمده بود و در مدینه و در میان قوم مادری خودش بزرگ شده بود مردم او را نمی شناختند. وقتی که وارد مکه شدند تمام مردم گفتند که این برده مطلب هست، این پسر بچه غلام مطلب هست، این عبدالمطلب. از اونجا به بعد نام شیبه عوض شد و معروف شد به نام عبدالمطلب. عبدالمطلب یکی از بزرگان قریش بوده که سمت‌های بسیار مهمی را داشته. پردهداری خانه کعبه بعد از مطلب که عمویش بوده در واقع به عبدالمطلب رسید و بعد از عبدالمطلب به پسرش زبیر و بعد از زبیر به ابو طالب و بعد از ابو طالب به حضرت عباس رضی الله تعالی عنه رسید و این یک شرافتی بود که الله متعال در واقع عنایت کرده بود و بخشیده بود به خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم که نسل در نسل خدمتگزار خانه کعبه و خدمتگزار حجاج و زوار خانه کعبه بودند. یکی از اتفاقات بسیار معروفی که در مکه افتاد در زمان عبدالمطلب این بود که عبدالمطلب رفت و چاه زمزم را حفر کرد و یکی از قبایل معروفی که در مکه بودند قبیله جرهم بود. بعد از این که از مکه رفتند این چاه زمزم را پر کردند و اثری از چاه زمزم باقی نماند. عبدالمطلب بارها در خواب دید که برود یک جای مخصوصی را که همون جای آب زمزم و چاه زمزم بود اون را حفر بکند و رفت در اونجا اون چاه را حفر کرد و نهایتا آب را پیدا کرد و این چاه زمزم در واقع به نام عبدالمطلب ثبت شد و در اون زمان عبدالمطلب فرزندی غیر از حارس نداشت. این فرزند بزرگش فقط حارس بود. با فرزندش رفتند و اون چاه را در واقع حفر کردند و نتیجتاً به اون آب رسیدند. عبدالمطلب در همون زمان نذر کرد و وقتی که بقیه قریش آمدند مزاحمت ایجاد کردند و گفتند که ما میخواهیم با تو شریک بشویم، عبدالمطلب نذر کرد که اگر الله متعال به من 10 فرزند پسر بدهد که همه بزرگ بشوند و بتوانند از من دفاع بکنند، من یکی از فرزندانم را در راه الله متعال قربانی میکنم. و سالها گذشت تا این که الله متعال به عبدالمطلب فرزندان زیادی را و 10 فرزند پسر را عنایت کرد. الان زمان آن رسیده بود که عبدالمطلب به آن نذری که کرده بود وفا بکند. قرعه را میانداختند. هر بار که قرعه را میانداختند این قرعه به نام کوچکترین پسرشون یعنی عبدالله که پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد قرعه به نام ایشان میافتاد. اما از آن جایی که عبدالله از همه فرزندان محبوبتر بود و خویشاوندانش هم نگذاشتند و عبدالمطلب را راضی کردند که این را ذبح نکند، قربانی نکند و گفتند که به جای عبدالله تو از اموال خودت قربانی بکن. به این گونه در واقع توافق کردند که قرعه بیاندازند در میان 10 شتر و در میان عبدالله. اما هر بار که قرعه میانداختند قرعه به نام عبدالله میافتاد تا اینکه هر بار 10 شتر اضافه میکردند. نهایتا این 10 شتر رسید به 100 شتر. میان 100 شتر و عبدالله قرعه انداختند. قرعه به نام شترها افتاد و عبدالمطلب 100 تا شتر را قربانی کرد به خاطر این که عبدالله فرزندش نجات پیدا بکند. این روایتی که هست و نقل تاریخی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ابن الذبیحین بودند، یعنی فرزند 2 نفری که قربانی شدند. علتش این هست که یکی از پدرانشون که حضرت اسماعیل علیه السلام بود و که رسول الله از نسل ایشان بودند و پدر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله یکی از اون افرادی بودند که در واقع ذبیح بودند و قربانی شدند در راه الله متعال. ان شاء الله ما در ادامه برنامه بقیه زوایای نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم را خدمت شما بیان خواهیم کرد در برنامه دیگر و تا دیدار دیگر شما را به خداوند متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب
رحماء بينهم ولكن في الوغى